ای برادر، تو دانه خدا یک دکتر رو اجازه ندین تا نمیشه. داملا گپا کم که پیش درا. ای دستک نزن. مرحمت داملا. تشکر. شما را تنها میگذارین. ماله زنده باشه. گشته گشته باز پیش همی خدا رحمتی آمدیم. مسافر بسای خواب کنی. خاموش باش. دمت رو گیر. من جواب رو انتظارم. اماکی چی خیلی؟ برادر حرکت نمی کنه؟ کو ببین. با خدا دلش کار نمی کند. چی؟ مرده است چی؟ چی خیلی کار نمی کند. نفس نمی کشد. خدا رحمتش شد چی بالا؟ از راستی مرد؟ بیا بالایش رو پوشم. نفس گیر نشود. آن طرفش را ساز کن. تمام خلاص شدیم. چی گویم برادر؟ خاموشی است. خدا رحمتش کنه. داد نزن. آدمان را خبر کن. من؟ خبر کن. چی گویم با آدمان؟ ایستا. سلام. نغزه سازه بندگی ده. پدرتون به بهیش رفت. شما چه ها میگوین؟ بله راست به بهیش رفت. امک جان مرد است. تو بودید شب بخیر. آنو کجاش دار؟ مسکه زهرا جانم اینجا چیکار میکنی؟ بیمار میشوی؟ داملا زیارا انتظارم سلین. صحبت کردم در کار. صحبت کرده او را راضی کن. و نگاه کن که انگشترین در دستش هست یا نیست. اگر انگشترین در دستش باشد میتوانی نفس آزاد کشی. فکر میکنی کشیده است؟ کشیده باشد؟ نه نکشیده است. البته انگشترین در دستش است. کی باشد؟ یاردمچی اکای اون نالاسکن نامش لیوانت است. چی است؟ رنگی کنه بوده است. دیوانه ابله. این امکانیتت رو از دست نده. زهرا نخند نگویم. تو میدونی به سرم چی روی داد وقتی که به بیمارخانه میرفتم؟ نه نمیدونم. کنی نقل کن چی؟ آن لیوانت است کو برای مرا به بیمارخانه بودم به کارخانه آمده بود. زودتر باش سلین. تلفنتون رو بردار. ناز کرده ایستاده است. البته دختر به ناز نمی شود. عجبا من هم به زنگایش جواب ندیهم. من هم کمی ناز کنم آنگاه چی می شده باشد؟ میگویم زنگ نزنم اما دلم میکفد. علاج نیست. خیز از جوید نو از تیر خلاص شدیم و اینجا باشد سرم را زدم. خوب شد. بار اول است که ما با تیر روبرو شدیم. چیکار شدی جو به سوی ما تیر خالی کردن؟ این کارها رو بازی چه خیال کردی؟ خیریت که رفتن. برادر من یک چیز رو نفهمیدم. با آن آدمان که ما خوبی کردیم خوبی رو نفهمیدم. آخر خودشان ما رو قبیله بردن. بخیر شد. خدا را شکر رفتن. کلاس من تا حال ترسیده ایستادم. یک نفس چقور گیرم. با خود بیا. نفس چقری بد گرفتم. چی میبخشی؟ تمام به خود آمدم برادر. رفتیم
در کلبه ویرانمون 4 تا دم گیریم. تو با زهرا مناسبتت را ساز کن تا به خانهشون رفته خوب زندگی کنیم. دیگر من در مسجد خواب نمیکنم. رفتیم برادر. تو فقط در فکر اون خانه هستی. اون قدر خانه نیست. 2 حجره و 1 حاجت خانه دارد و زور خلاص. در مسجد به کورپچه خواب کردم، گرده هم ورم کرده است برادر. یک گپ در سر خانه نیست، گپ در سر زهرا میرود. اگر زهرا به یگان کسی دیگر خانه دار شود چی؟ آنم این رو پرسیدنی بودم. سرباز شد. نزار کردی. اگر زهرا با یگان کسی دیگر خانه دار شود با فکرم من دیوانه میشوم. میبینم برادر، تو هم اگر کمی استراحت کنی گناه نمیشود. وای دختر ببین، من چون یک آدم بیگانه به تو میگویم، اگر او تو رو بشناسد به تو عاشق میشود. روی با این گپ خواهد شوخد من رود میشود؟ نمیشود؟ تو دانی و خدا با کجایم عاشق میشود؟ میشود. دختر ما رو نمیشناسد، فقط همچون دامولا ما رو میشناسد. من خدا نیستم کو دامولای ساختم، یعنی ساخته همهش در جانم زد. ایمانه تمام برادر، تمام. آروم شو. بیا رفتیم در راه صحبت میکنیم. با فکرم عاشق میشود. البته میشه. لیون برا تیز برا. لبایکا این عریضه رو تو نوشتی ها؟ کدوم عریضه را که؟ با مدیر کلان امنیت کارمندان پلیس شعبه امان بله. برای ششل خوری با آشخانه در بیرون بوده میروند. بله. حتی در وقت کاریشان هم برآمده با آنجا برای ششل خوری میروند. ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که برای ما یک اسباب ششل پزی و 13 کیلو گوشت گوسفند خرید. با احترام لوند. بله این عریضه رو من نوشتم. تو چرششمه دیوانه ای؟ این عریضه رو باید بر وقت‌تر می نوشتم. ای در عریضت لوین، ای بچه خودت رو به دست گیر. بسیار دیوانگی نکن که دفعت میکنم از اینجا. برادران پلیس بسیار با مغازه در بیرون بوده برای شش خوری میرفتن و من خواستم با آنها کمک کنم و کار آنها رو آسان گردانم که تا در شعبه خودم شش خورم. تیمور آبای سردور، شما ششل خوری به بیرون میبر اومدید؟ ای بچه ما پلیس امریکاییه؟ خدا نشانت. پس چرا ششلک میخوره؟ راست ما چای خانه داریم، چای نوشید. ابلهی بیاق ای از سرت ماند. سردارم چای؟ از چای های خودم. ششلک بیار، گوسفندی. مایلش. تیمور روی چت سبزی نکش ششلیک موندی. باید تو اول با مون میفهموندی. خیر همین خیلشو چی کار کنی؟ خیلی معلوم کردی بزی چه لوین خاموشید، دمت را گیر. زورو شوهر شونده‌ات میآید. شما با او مسئله گفتگی رو گفتگو کنید، من میروم. وای برادرم، کاش که به مثل زورا دختر مرا در این خانوکی انتظار میشد. خواب کن شوکت، خواب کن. ای برادر، بسیار هم آدمی ترسانچک شده ایستاده. بسیار ناز و کرشمه نکن با دختر. آش به پیاز نمیشود، بچه به ناز. ای برادر، نازی بسیار نکن. آیسته رفته با زهرا صحبت کن، آشتی شو. تو زهرایت را گیر، من باشم خانه چم را. من اگر یک خانه می داشتم از 7 پشت تو زهرا هم بیزار بودم. شوکت بس کن، تنها فکر خودت را میکنی جره. ببین با تو میگویم، زهرا میکنه، التجا میکنه. تا در پیش پایم نافتد آشتی نمیکنم. اگر نافتد اصلا نمیبخشم. به خدا که عقلت را خورده، به خدا که سلام. دامولو لبای در مسئله توی ساختمون با شما صحبت کرده میتوانم؟ با فکرم ما دیگر مسئله صحبت کردن نداریم زهرا، و باز این بازی رو نباید اینقدر طول دهیم. دامولو زیو، برای غمگین نشدنی بابایم توی ساخته رو دوام دادن میخواهم. من نمیخواهم. نه نمیخواهم از شما. من فداکاری را حق ندارم طلب کنم. دیگر زور نمیخواهم کردن. اما برای همش تشکر میگویم.
کلاس حاضر دختر را از دست میدی. تو دایم یک روی میکنی. نه نمیکنم. خانم زهرا ببینید، با تو میخواستم بگویم استید انگشترین رو نبرآوردید. یعنی دومولو بازی رو دوام میدهیم ها؟ بله دوام میده. دوام میدهیم؟ منم سیو بسیار حواسی او را داشته ای زورو، مرا قایل کردی. بخشش زیاد میپرسم، خودم را داشته نتوانستم از هیجانی زیاد. هیچ گم نه. به خدا قایل کردی. اگر این طور باشد پس رفته با بابایم خبر دهیم. بله با او گفتن در کار رفتیم. برویم. اینها با کجا؟ خانم سلین ببخشید، همون اسکوی مرا علیه تریزه خود نگرفتی؟ کاری دیگر ندارم. با دل خودم گپ دادم اکن. بابا جان جانم خوش آمدی. ما بازی آشتی شدیم. دیگر بین ما یگان مشکلی نیست. دامولازیا؟ بله جناب، با یکدیگر صحبت کرده حل کردیم. عالی جناب، این بهترین خبر است. دامولازیا، تو را یک بار از تحت دل داماد گفتن میتوانم؟ بله جناب، این شرف هست. این موی سفید را چقدر خوشبخت کردید نمیدانید. دامولازیا، از تو نه تنها من و زورا عذر میپرسیم، هممان از تو یک عمر قرض داریم. لطفاً جناب لازم نیست. نه، یگان عذر پرسیدن لازم نیست. نه، هست. من این عذر رو تنها از طرف شما قبول میکنم جناب. عذر خواهی هر یک پیش شما لازم نیست. وقت رو بهوده صرف نکنید. تشکر به شما. من اکنون با اجازت شما روم که پگاه نماز است. دامولا، آن کار را میگویم حل کنیم؟ کدام کار بابا جان؟ یعنی نکاحتان را شما را فاتحه کردیم، لیکن نکاحتان طول کشید. میدانی که در محله هر گپ میکنند. چی کار کردن چغتای را هممون دیدیم. به دستی هم انگشترین انداختن کافی نیست، نکاحی مسلمانی را هم کردن در کار. معلوم است که روزهایی به شماری من ماندند. برای همین میخواهم نکاح شما را زودتر ببینم. بابا جان بیایید بعد صحبت کنیم. بله جناب، حالا بسیار وقت داریم. یکان روز به راحت گپ میزنیم. بار دیگر شب خوش به شما. بسیار صحبت خوب. شب خوش. شب خوش عزیزم. تو بازی جانم. دامادم. دامادتان. بسیار خوشبختم کردی دختر جانم، مرا بسیار خرسند کردی. با چقدر یک جای شده نقشه انگلند رو کشیده. من میدونم دامولازیا رو تهمت کرده. یاسومن دخترم برنج رو به آب انداز، فراموش نکنی. یاسومن ببین، خوب هستی یا مشکلی داری؟ میتوانی به من گویی، یا اینکه باز در فکر آغوز فرو رفتی؟ مادر آن زنی تهمت چی آمده بود کو؟
ها؟ او را تنها چقدر روان نکرده است. خانم تولین در این کار همراه است. این کار را یک جای کردند. با چقدر یک جای شده دامغازی ها را تهمت کردند. تو همه اینها را از کجا میدونی؟ گپ زدن خانم تولین و میلیس را شنیدم. دخترم دهانت را پوشیده نگاه دار و هیچ کس این را نگوی. ببین اگر فهمد تو را از کار میراند. آقای اکرم اینجا باشد و ما کسی ضرر نمیرساند. گروز نشدم. رفته یکون چیز خورم. همین رفتنش. همین جمع رو در پشتم پرتایم. در اینجا کیست؟ رسم مادرم در کجاست؟ زهرا دخترم، زهرا از خوابتون خیزید. با دخترم زهرا چی شده است؟ زهرا اپای زهرا چی شد دخترم؟ من دکتر رو دعوت کنم. زود بیایی تاجلی زنگ زن. زهرا بابایی چی شد؟ زنده است، خواتیر نشوید پدر. چقدر خواتیر؟ رفتن دکتر را چهزن؟ تمام، بیا آب را با من ده. زهرا دخترم با خود بیا. زهرا با خود بیا دخترم. زهرا با چی شده باشه؟ زهرا کنی خیز؟ زهرا جان تمام خیز شاید دخترم. خیز زهرا جان خیز دخترم. زودتر خیز دختر جان. رسمی مادرم رو دزدیدن. رسمی مادرت رو یک طرف گذار. من تو چیزی نمیشود. دخترم جانم. آب نوش دخترم. گیر نوش.
چراغ رو در گیرانه چی زده؟ زود باشید تو فقط زود گفتن رو میتوانی. رفتن دختر را چی بله هستن؟ پدر رفتم تمام شد دخترم. رسم را یک طرف گذار دخترم. خوب شو دیگرش مهم نیست. تمام. سرم در میکنم. نرس حاضر دکتر میآید. این دکتر کجا شده؟ چرا دیر میکند؟ شما رفته او را چی زنید؟ تمام. غم نخور دخترم، غم نخور. رسم مادرم رو یا بگو بجو. حالا هم رسم میگوید مان. مرحمت شیف ببینید همین رسم است. حق کارت را گرفتی؟ گرفتم اکا. شیف رحمت تشکر باشه. آفرین به تو چنگیز. دیگر خرگوش را نترسان. برای یک رسم شده شما چرا اینقدر پریشان شده اید؟ سلامتی باشد. اینقدر غم نخورید. یعنی پدر جان معلوم است که طولین غمی شما را خورده ایستاده است. دیشب زهرا با یک دوست روبرو شد. شکر که با وی یگام حادثه نشده است. زهرا دخترم یک روی نکن. بیا رفته به دکتر نشان دیم. رفتیم. من خوبم بابا. در سرم زد. تو حال در فکری رسم مادرم هستم. زهرا جان غمگین نشم. رسم مادرم رو پیدا میکنیم. من با اونال خبر دادم. حاضر میمونم. خیلی خوب. اون نال می آمده است. خوب کارمان با وی ماند. عجب کاره. دخترم با بالا رفته استراحت کن. رو تمام بابا. تو هیچ سیری نداری. تشکر خانم سیول. صدقه دستات شومی. بسیار بلذت بود. رحمت کلام. با اشتیای تام همه داملوها همراه شاگرداشون معرکه به معرکه میگردند. من در یک داملوی افت که از جوگی نان میطلبم. از پگاه دیده در دسترخوانی پر از قیماق نهاری کردن ما با اهل عائله‌مون سر میشود. آقای اکرم راضی شد آخر؟ مگر این خوب است؟ هر پگاهی به اینجا آمده چشمان کبود رو میبینیم. من چشمان کبود رو هر روز میبینم. اما برادر به خانه گرم خودم رویم از خواب کردن در درون تابوت مسجد میانم درد میکنم. نه این طرف میشه نه اون طرف. کرنمکی نکن. به جایی که شکرانه به جا آورد باز این گپایش رو ببین. تو دیوانه هستی. برادر من شکر میکنم به همینش هم شکر. اما خوراکایی که در خانه آقای اکرم میخوردیم بسیار بالذت بود. کله پوچه و تبکه بخله عجیب بود. اگر این عقل تو در سر من می بود فخر کرده هر روز در توی تماشا می بودم. خدا از این هم بهتر نصیبت کند برادر. تشکر. سلامت باشی. چی شد؟ تو چه خیلی آدم هستی و خودت رو هیچ نفهمیدم. کیلاس یک بار تعریف میکنی یک بار پس میزنی. مقصد چی هست؟ چی کار میکنم من تو رو؟ کدام گناهایت رو من گویم؟ یا خدایا. سلام اشتیای خانم. تام رحمت. نپرسه چه بلاها به سرمان آمد. بخیر است چی آمد؟ برادر این کس گفتن نپرسه. چی میپرسی؟ خب کن. چی شد؟ این مشکلی ها هیچ تماشوی نداشتند و ملازیا. نپرسید به خدا از ما هم. یعنی میخوام گویم که نمیدونم شاید در خانه شاید یگان دعا خواندن لازم. شما چی میگویید؟ چی گپ شد؟ با آقای اکرم یگان چی شد؟ نه آقای اکرم خوب است. دینه شب به خانه دوست در آمد. دوست؟ در دیوار رسم مادری زهرا بودگی را دزدیده بودند. اون وقت زهرا بیدار شده است. بعد؟ به سر زهرا زده او را بیهوش کرد. زهرا چی خیر است؟ خوب است استراحت دارد. تمام من میروم شوکت. دامولا با او چی شد؟ کجا میرود؟
رسم رو دیروز آویخته بودید همینطور؟ بله. همین خیلی فکر داشتم، چون که این رسم رو اگر شما پیشتر اوزون بکردید از چنگ و خوکش درازی و پهمیش رو معین کرده میفهمیدیم. حاضر من به تو درازی و پهمی رو نشان میدیم. غمش رو نخور، کم مانده است. دفشاف. اونا با فکرت این دزد رو یافته میتوانید؟ میابیم، غم مخور. از دستی او خاک نمی آید. آقای اکرم با شما چند بار گفتم که اینجا سیگنالیزاسیون چسبونید رد تو کردید. به من عقل یاد نده، کارت را کن. سردارم اگر اجازه دهید آدمان اینجا بوده رو یک پرس کرده می برآمدم. چل یعنی او از همه ما شبه کرده ایستاده است. برادر ما چل رسم خودمون رو میدزدیدیم. لوین دمت رو گیر. سردارم من دزد را از چشمالش میفهمم، اجازه دهید. سرت سبز و دیوانه. سلام ینگه. سردار با فکرم آن زنی در بر آن کل بودگی بد نگاه میکند کو. بسیار شبهناک است، بسیار بد نگاه کرد. لوین خام. تمام این خیل باشد. آخران سوال، در خانه تان خدمتگار هست؟ نیست؟ در خانه کلان خدمتگار لازم است. آقای اکرم از یکون کس شبه داره؟ نام، نسبش را، حتی سراغش را گویم می شود. بله گوید کوراسان می شود. چی را قید میکنی؟ نام و سراغه دزد را. نویس. شوخی ندارید؟ نه، تو نویس. از پیش خودم نویسم. ای نویس. نویسم. سراغش رو میدونید؟ از من میپرسی؟ رسم را شما ندوزیده باشید. من دوزیدم؟ ابله. بخشش از سر امان پالیش شبه دارم. ابله. اونال در اینجا نیستا، رفته رسم را گفته یاب. بابا اونال برای معلومات درباره دزدان پیدا کردن به اینجا آمده است. یعنی اجازه ده تا کارش رو پیش برد. تو همیشه میخواستی که من به اونال فرصت بدیم همین طور؟ بله. من فرصت رفته رسم را یافته، پلیس حقیقی و داماد بودنت رو اثبات کن. رفته. مایلش دید تا بزدید. اگم شو. ای اون حال چرا من با تو بوجه شدم؟ ای چه تا خوب برد. ای جونم لطفا تو از بابایم خفه نشو. بعد این حادثه ها عصبشون ویران است. این چی گپ؟ از وقتی شناساییمون همیشه برای پس میزند آخر. خیر شد تمام آخر. او آدمی پیر است. تو سرت رو به سری وی نمون. جانم عزیزم همش میلش، لیکن پلیس بودنی منو قبول نمیکنه. همه دردت همین بوده است. احسن به تو اونال، احسن. ای ینگه حله دویم همین خیل میگوید. یعنی سردارم برای اون رفت رو یافتن همه کوشش و زحمت ها رو کشته ایستاده است. یعنی مرا ببخشید اما بابایتون آدم خیره. دمت را گیر. تمام من به ماشین میروم. بکشم دیگه پشتی تنه بگیرم نامرد.
چورچشمه. اونال تمام آروم شو. تو حق هستی. بیا همه اینها رو به یک طرف گذاریم. میدونی کو مسئله این نیست. برای من مهم است رسمی مادرم. میدونم حیاتم، میدونم. من برای همین آمدم. غم نخور. اون رسم رو میابم. باور کن آن رو میابم. و نه برای اثبات کردن پلیس حقیقی یا که داماد بودنم. برای آن که این خاطر از مادرت است. تمام. همین قدر دوستت میدارم که تمام. تو بازدید. سلام خانم. بیا داماد بیا. آقای اکرم، زهرا خوب است؟ غمگین شدم. غم مخور. خوب است اما غمگین است. دزدی رسمی مادرش را دزدیده است. در حجره‌اش است. عجبا، از نوارهای کامیراهای در خانه بودگی یگون معلومات نیافتند؟ تماشا کردیم. یک مرد با نقاب در نوار است و کی بودنش معلوم نیست. خیر جناب، با اجازت شما زهرا رو میدیدم. تمام. مرحمت. تشکر. من اون رسم رو اینقدر سال یافتن میخواستم اپا. هرگاهی که به اون دست میرسندم خیال میکردم که گویا مادرم در برم باشد. رو از من گرفتم. زهرا؟ داملازیا؟ وای چه خیلی عزیزم، خوبی؟ خوب است. دکتر هم دید و خوب است گفت. کی این کار رو کرده عزیزم؟ رویش رو دیده توانستی؟ بسیار تاریک بود. از پشتم با کوزه زدند. بشرف. رسم را دزدیده بردند. تمام جانم، یعنی تو آرام باش حیاتم. برای تو خیلی تشویش شدم. آمدم از حالت پرسم. تا بازدید. تشکر، من خوبم. ابا جان. برادر جان چه خیلی؟ خوبم شوکت. زهرا ساز است؟ نمیدونم و سرش با چیزی زدم دیشب. اما اگر اون دوز رو دستگیر کنم با خدا او رو پاره میکنم. برادر پارهش میکنی و لیکن آن آدم رو چه خیلی میابی؟ گریخته رفته است که؟ نمیدونم من. هیچ کس او رو دیده نتوانسته است. در رویش نقاب داشته است. بیا با نوارهای کامیراها نظر کنیم بعدش رو فکر میکنیم. چی میگویی؟ چی ها؟ الا خانم سلین، بخدا همین قیادت کردم که جیگر تبا خرم. اگر تلفنت سوم نداشته باشه گوزه هازی میپرتم. از تو با من یگون چیز لازم نیست. زنگ نزن. دیوانه ابله. الو خانم سلین نه اینطور نمی شود. من رفته از بولش یگون شکایت می نویسم. برادر این مثل عجینه است. هیچ رویش رو دیدن نمی شود. ایست و قفا گردان. تمام سرده. جزمی. کی؟ راه گشتنش مثل جزمی است. نام پرش پایتک جزمی. پایتک جزمی؟ بله. از کجا شناختی برادر؟ باوری داری؟ بله شناختم. بیا رفتیم.
این بیچاره شاگرد خودم بود. امک جان در خانه‌تون موش باشه با پلیس چی مراجعه میکنید؟ این با پلیس یگان علاقمندی نداره یا توبه؟ اوهو جانم سلین خانم، شما با دیدن ما اومده یا اینکه اینقدر قافیه زور شد؟ جانم سلین خانم شیر شد. اکای اونال در همین جاست؟ بله همین جاست. اکای اونال رو چیکار میکنی؟ اگر یگان پرابلم باشد من خودم حل میکنم. ای برادر بخیر قفای موشود شد ای پای کروچن برا خانم مرحمت چینید. همینش نمیرسد دیوانه ابله. ای یگان کاری ما برار نمیگیرد. او از کمیسر اون چی میخواسته باشد؟ یگان پیاله هست؟ هسته در میز خودت هست. هیچ چیز رو نمیشونم. من چیکار کنم؟ لوین تعقیبم میکند گوی؟ اکای اونا لطفا مرا از این آدم نجات دهید. فقط زنگ میزند، SMS مینویسد، در همه جا از پیشم میبرد، حتی شبها در خوابم میدروید. کم مخور سلین جان، کم مانده است. از این شعبه به یگان شعبه دور دیگر روانه میکنم این لوین را. خدا رو شکر. بیا سردارم حجت‌های لوینت را از وزارت به اینجا فرستادم. انا همین خیل در آخر از این پشه خیره خلاص شدم. سلین شما راست میگویید؟ این طور نیست سردارم. لوینت را یاردمچی مخصوصی شما تعیین کردند. چی خیل؟ سردارم لوین در جای کاری پیشترش بسیار جنایتکارها را دستگیر کرده است. از همین سبب وزارت این وظیفه را با لایق شمرده است. پسرم این طور شدنش ممکن نیست. نباید نخل باشد. این ناممکن است. ممکن است سردار، ممکن. من هیچ باوری نداشتم که این کار میشود، لیکن شد. من بعد جنایتکارم باید از ما بترسند. مثل پلیس امریکا شما و من you and me تو برازیل. اون شخص که به تو این وظیفه را داد؟ سردارم وزیر امنیت تغم است. گفت که اگر پرابلم باشد بچه جان در را زنگ بزن. من شما ده نگفته بودم. خانم سلین چه کپارتو؟ دیوانه را بینید تلخ کف میشه خانم سلین. حاضر میبخشی سلین. امروز عید است عید. یا خدایا که این با عقل می شود. گردم خیز از شاید ابله چی کار میکنی؟ ای تو دیوانه ای؟
сардорам ҳамаи одамоне ки дар он ауксион иштирок доштанд рӯйхаташонро гирифта ба ин ҷо овардам. кениде аз пей корат шо. канъон ҳам ӯро ба он расм чӣ кор бошад? хай ҷаноби канъон, як шуморо пурсупос мекунем. меояд ниқоб. тамом тамом. тамом тамом. ту чаро расми зуҳроро дуздидаӣ? бахшиш бародар, ӯро зада небудам, ту ҳафтидӣ. кани ҷавоб деҳ. ба худо ака, намедонам ки он расм дар кадом ҷой буд. ҳозир ба ёдам омад, зуҳро ҳам ба ёдам омад, фаҳмидам. вай аз қафош омада оҳистак ба сарф як дӯ задам, ҳафтида аз ҳуш рафт, лекин намурд. хомӯш бош. туро бо кӯза задӣ? ба худо туро зада мекушам. гӯш кун. он расмро гирифта ба куҷо бурдӣ? зуд гап зан. ба худо намедонам, ҷиддӣ мегӯям, намедонам, ҳақиқатан намедонам. зуд гап зан ки туро мекушам. бобо намедонам. маро задӣ ай? он расмро ба ки бурда додӣ? гап зан пайтак. зуд гап зан. он расмро дузида бошад, зуд гап зан. таралалат ба метумад бошад. тамом, бас кун. маро гӯш кун. он расмро як зан кашидааст. ин одам чизе пурсад, ҷавоб деҳ, вагарна туро дар ҳамин ҷо мекушад. агар ҷавоб надиҳам чӣ мешавад? қаврта мекунам. ҷавоб намедиҳам, бе ҳамин ҳам маро куштание. чаро фурӯшад? гап зан, ҳайвон. гӯш кун, пайтак, гӯш кун. ҷавоб деҳ. расмро ба куҷо бурдӣ? ба кӣ додӣ? бигӯй. тамом ҷавоб медиҳам. рост мегӯям. аммо бо як шарт. дар бораи ман ба он одам чизе нагӯед. меёбаду маро мекушад. мефаҳмед? тамом пайтак. ту номи он касро ба мо гӯй. мо номи туро ба ҳеҷ кас намегӯем. тамом, ташаккур ба шумо. акай Канъон. кадом Канъон? Ки? Канъони девона? ҳа, бале. шумо он девонаро аз куҷо мешиносед? ё худоё, ҳаминаш намерасид. чӣ шуд? ба куҷо бурдӣ он расмро? ҷавоб деҳ. ӯ намемонад ки ман гап занам. бас кун. ба худо бародар, дастум ҳам қа мехӯрад ки. хомӯш бош. ҳозир ҷаноб, ҷавоб медиҳам. вай он расмро бо дастонам дар ҷои кӯраш бурда ба ӯ тақдим кардам. бас кун писарам. ин одам гуфт ку. худамро дошта натавонистам бародар. бале иста. бале. тамом, дигар ба назарам нанамон ки мекушамад. тамом, гап нест. мардак бар ин гап зан, чанд қа пул гирифтӣ? тамом, мардак бар ин мегӯям 4000 лира гирифтам. 4000 гирифтӣ? бале. барои як расмро дузидан? ба худо ки ёфтӣ амаки. пули нақд? пули нақд? ин кори зур будааст ку? ба худо пул аз кисааш бароварда дод. бародар, касби ҳамин зур будааст неки? биё рафтем. роҳ гӯш кун ҷиянҷон, короро ки ҳал кардем, худо хоҳад ҳамкорӣ мекунем. тамом. дар алоқаем бародари ман. ба худо кори зур даиҷон мо гаштем. хуш омадем. ман ба худо як чӣ бисёр муш хӯрдам да. мекушем гуфту, лекин натавонистам, девона будам. сардорам, барои расми дуздидагӣ ҳамаи харидорҳоро барои пурсупос даъват карданиям. чӣ мегӯед? наход ҷонам, рост мегӯӣ? албатта сардор, ҷиддӣ будан кори ман аст. бо ин васита ба дӯсти аслӣ хоҳем расид. ҷиддӣ пурсидани ҳастӣ? бале, ҷиддӣ пурсиданиям. пурсупосро аз хонум Селен сар карданиям. бале, ман ҳамеша муваффақ мешавам. барои пурсупос кардани вай шумо ба ман 5 дақиқа диҳед. ман корро ҳал мекунам. гӯш кун Левент, ба Селен наздик нашав. фаҳмиди маро? ба ӯ наздик нашав. сардор, шумо маро нодуруст фаҳмидед. ман бо хонум Селен танҳо дар бораи расм гап мезанам. хомӯш. духтар аз ту шикоят кард. бубин, бори дигар агар шикоят кунад туро ҳабс мекунам. ба ӯ наздик нашав. бошад сардор, тамом, ман меравам. то боздид. рафтан гир. сардорам, дар чойхона чойқоқ нест. давшав. чорчашмаи ҳайвон. пурсупоси ҷиддӣ мекардааст.
برادر ها با دقت باش، باز این دیوانه ها یگان سیگنالیزاسیا پیگنالیزاسیا نچسبنده باش. خواهد نشه، نقشهش رو خوب کشیده بر اومدم. تا با کار در اومدمی آگاه کنک من علکه رسم رو میدوزم. برادر مرا همراهت گیر. مرا گوش کن، تو نبیا. بیایم چی میشود؟ در آنجا رفته چی کار میکنی؟ یگان چیز خوردنی باشد میخورم. از پشت من نبیا شوکت که با خدا لط و کوبت میکنم. اینجا ایست. فقط مرا تو دشنام میدهی. او برادر در حقیقت مثل کلتکیلس یه بخودو. پیالم را بده. مرحمت اکا. من تا حال جوان هستم چنگیز. گپ نزن گویم گپ میزند، گپ زن گویم گپ نمیزند. او رو یک تا فراوردم. در سرم صدای زنگوله است. با این صدای زنگوله سرم اکنون چی کار میکرده باشم نمیدانم. وای وای. اکا من هم میشنوم. پس چرا در اینجا نشسته؟ زود رفته ببین. زود گرد و اطراف را از نظر گذرانه. چنگیز! چه شد؟ چنگیز! به خدا کلتکیلس بود. دمت را گیر دیوانه. برادر تو از اونجا به اینجا چه زود آمدی ها؟ شوکت وقتی پرسیدنت را یافته بیا زود پرونده این چه به دست نافتادی؟ دمت را گیر راه کرد. جای به خطرت همین بود چنگیز؟ ها؟ اکا از همه جای به خطر اینجا بود اکا. با جای به خطرت همینجا بود ها؟ کدام بیشرف جرأت کرد که آمده از جای کاری من رسم را دزدد ها؟ کنی گبزان! نمیدونم. مرا گوش کن.
زبان نمیدانستگی را بریده در ام. انیق داملو زیاد دزدیده است. چه ها میگویی؟ چقدر شما آدمی بی ایمانید؟ چرا در حق داملا اینقدر تهمت میکنید؟ در این دنیا روی من سیاه شده است. میخواهید که در آن دنیا هم رو سیاه باشم؟ تو دفشم شاگردی شیطان از اینجا. تو مردی رزیلی. داملو را هیچ من دوست نداشتم اکا. همین طور شما آدمان دیندار را بد ببینید و تو کاری دیگر یافتن در کار. باز چی شد ها؟ تو را کم لطو کوب کردم که باز با حوض به نزدم آمدی. اکا کمیسر اونال آمده است. همین خیل بگو درایت. کمیسر خوش آمدی کمیسر. مرحمت گذارید درایت گذارید. خوش باشی کنان. خوب هستی کمیسر؟ انشالله خوبی. خوبم رحمت. بس آن از سر کار گرفتنت رو نمیدانستم. نفهمیدم؟ در مزایده هم اشتراک کرده ای؟ انا یک رسم زیبا را خریدنی بودیم لیکن تقدیرم آن بلندی نکرد. رسم میخواستگیت رو کسی دزدیده است. دزدیدم؟ نه خدا. نگاه داشتن را که نمیتوانستم، پس چرا آن را خریداری کردن؟ همه پولهایشان سوخت بیچاره. با فکرم رسم را شما دزدیده اید. خوش جوابت رو انتظارم کنان. من از این کار خبر ندارم. کمیسر چای می نوشید؟ قهوه می نوشید؟ باشه رو شوربای مرغ هم گرفته بیار. فهمیدی؟ تخم گرفته بیار برای کمیسر. تخمی مرچه را بریان کنید. تخمی چی؟ نفهمیدم. من فهمیدم. تخمی مرچه بسیار بامزه است. 10 سال پیش خورده بودم تا حال مزهش در دهانم است. تخمی مرچه از سرت ماند احمق لوینت. تقام وزیره یا؟ چی ایستاده؟ رو بیار. اکا من تخم مرچه را از کجا یابم؟ چی خیل از کجا؟ از خانه امکی خلیل. اون مرچه پرور است. دیوانه باید چوجه پرور است. اکا خوب هستی؟ خوبم. کنان گپ را تاب نده. رسم در کجاست؟ رسم؟ بله رسم. چی خیل رسم کمیسر؟ کنان نیرنگ بازی را بس کن. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ کنی زود با من فهمان. رسم را تو دزدیدی. گپ زن. اگر تو را بپرونم. اکا این کمیسر رونال است. کمیسر ببخشید بعضا خاطرش را گم میکنم. اگر او بعضا خاطرش را گم کند من از دیوانه خانه سپرفکه دارم. به خدا کسی را که خواهم میپرونم. مرا هرگز سود نمیکنم. خودت را به دیوانگی نانداز. من دیوانه ها را میشناسم. ما میمونیم که با ما میمون بازی میکنی. لوین چی ها میگویی؟ خب کن. سردارم آرام باشی. یگان پرمیل بشود تقم در بالا هست. خاموش باش. چنگیز چی کار میکنی؟ دیوانه هستی؟ بسری پالیس سلاح برداشتی ها؟ تو تروریست هستی ها؟ تو خدا جزایت را دید. سلاحات را پنهان کن. حیوان بیشرف. این چی هست؟ چی هست حیوان؟ با این کارت سه پوست میکنی مگر؟ صد بچه ها. کمیسر عذر بپرسم مرا ببخشید. بعد که کلاس بسرم پران سلامتیم خوب نیست. کنان با این کار نکته نمیگذارم. من این کار را تا آخر میرسونم. بیا رفته رئیستون را بیمارخانه برید هر چه زودتر. برادر تخمی مرچه را گرفته با شبه پلیس بیار. سردارم راه گرد حیوان راه گرد. ما موده میمخت. خاموش. خدای توبه او آدم به خدا دیوانه است. سردارم سر وی آدم ویران است. وقتی که ما رو بد نگاه کرد اول کم ترک شوگانیم خپید اما با دل پوری به او حمله کردم. خودتان دیدید من کاری خودم رو پروفسیونال اجرا کردم. سردارم یک چیز رو پرسم چرا کنعان دیوانه رو تا آخر پوچ نکردید؟ من میخواستگیم رو از او گرفتم. چی رو گرفته سردارم؟ آن رسم رو انیق کنعان دزدیده است اما از کنعان رسم رو کسی دیگر دزدیده است.
سردارم دیگه از دهانت بوی دروغ آمد. پسرم وقتی که به سر من سلاح کشید خودش به من گفت که این رسم رو تو دزدیده ای. این ترباشا چرا ایستادید؟ رفتیم رو دستگیر کنیم. رفتیم. ایستا در دست یگان دلیل داری؟ سردارم اما رسم را از کنعان دیوانه کی دیده باشد؟ آفرین به تو، یکمین بار سوالی به مورد دادی. خیر آن را کی دزدیده میتواند؟ به این بنای بلند نگاه کن. کی برآمده میتواند؟ عقلت رو کار فرما لوند. با خدا نیفتم. پلیسی حقیقی شدن این کار آسان نیست لوند چارچشمه. در وقتش باید میخواندی و دیپلم را نمیخریدی. از بوی حس کن. فهمیدم سردارم، بوی باران است، کم کم شمال است. با خدا انسان شوخی، حقیقتا شوخی. کلید را ده لوند. سردارم بیا من ماشین را حی کنم. سفسدگویی را بس کنی، کلید را ده. مردن نمیخواهم، همسرم را انتظارات. تشکر زیاد، زحمت کشیدی. با اشتهای توم. شوکت، معده ما پر از چای شده است. باز چای میخوریم. مقصد آمدن ما طلب دیدار است، وگرنه شوکت از چای بیزار است. دهانت رو پوش. برادر، درباره آن رسم به سرم یک فکری زور آمد. یا خدا، چی فکر آمد؟ فرض کردیم این رسم را ما در جایش برده گذاشتیم. آیا هیچ کس نمیپرسد که این رسم از کجا در اینجا پیدا شد؟ برادری با عقل من، ما آن رسم رو با دست خود برده در آنجا آویزان نمیکنیم. مرا گوش کن، آن رسم رو چنان میفرستیم که هیچ کس نمیفهمد. مرحمت. با من هید. حالی این رسم رو به خاطر تو یافتم. از سببی که این خاطره مادرت هست من او رو گفته به تو روانه کردم. حیاتم عزیزم، به تو وعده داده بودم که رسم رو مییابم. به حال چنانی میبینی وعده دادم رو اجرا کردم. تو رو بسیار دوست میدارم اونال. حالی جون، بسیار نامه زیبا، بسیار خوب شد. در حقیقت تبریک میکنم. کار به خوبی انجام یافت پدر جان. بله. بابا شما یگان چیز گفتنی نیستید؟ من البته میگفتگیستم، یعنی حیران موندم. حیرت آور اون نری نابکار این کار رو چخیل کرد. یعنی ممکن که رفیق چارچشمش بود کو، ممکن که او یافته باشد. بابا جون لطفا قبول کنید، دامادتان یک کاری مهم رو کرد. قبول کنید. تمام، قبول. بابا جون من اکنون بین شما و یزنم بدبینی را دیدن نمیخواهم. لطفا همیشه همین خیل باشید. میلش بگذار خواسته تو باشد. تمام. حالی تو چرا انتظار این شوهرت را دعوت کن، تبریکش کنم. تمام. الو حالی شوهر جانم، میدونستم که این کار رو میتوانی. بابایم تو رو انتظار است. زود بیا. چی شد؟ چرا؟ خودت خوب این رو میدونی. زود بیا، انتظاریم. حالی من چی کار کردم ها؟ خوش آمدید اکای اونا، همه شما رو انتظارن. قهرمانی من، خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان، در دنیا مانند یزنه من یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کردی اونا، تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من، بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار
داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنم. یزده جان بیا